امروز کمیته خارجه مجلس نمایندگان آمریکا جلسه‌ای تحت عنوان بررسی فعالیت‌های بی‌ثبات‌سازی و حمایت از تروریسم سپاه پاسداران ایران در منطقه خاورمیانه و پیامدهای آن با حضور 3 تن از کارشناسان تشکیل داد. با شهلا آراسته مستقیم از کنگره گفتگو می‌کنیم. خانم آراسته، شما در این جلسه حضور داشتید، چه مطالبی مطرح شد در این نشست؟ در این جلسه که فقط چند دقیقه پیش تمام شد، ادریس رئیس جلسه، رئیس جمهوری خواه کمیته روابط خارجی مجلس، گفت توافق اتمی توسط آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا یک شرط بندی بود به این امید که منجر به تغییر رفتار دولت ایران بشه، ولی در عوض رژیم تهران میکوشه که با جدیت بیشتری برای صدور خشونت و ترور به سوریه، به عراق و به منطقه تلاش میکنه و آقای رئیس افزود که حمایت تهران از اسد ظهور داعش رو تغذیه کرده و ایران به زودی با لغو تحریم‌ها هم به میلیاردها دلار سرمایه دست پیدا میکنه و افزود که این پول به مصرف مردم عادی ایران نخواهد رسید، بلکه همه در دسترس در دسترس سپاه پاسداران قرار میگیره برای پیگیری هدفهاش از حمایت از تروریسم و بی‌ثبات‌سازی. الیوت انگل عضو ارشد کمیته هم با تایید صحبت‌های ادریس همکار خودش گفت که اقدامات تروریستی و حمایت تروریسم تهران در گذشته موارد بسیاری رو برشمرد و گفت که ایران همواره بزرگترین حامی تروریسم جهان بوده و الان نمیتونیم تصور بکنیم که با دستیابی به منابع مالی که با لغو تحریم‌ها براش فراهم خواهد شد، این حمایت اون از تروریسم به چه گونه خواهد بود. این نظریات کلاً از سوی کارشناسانی هم که در جلسه حضور داشتن تایید شد، ولی دانیل بنجامین که در دوره وزارت خارجه خانم هیلاری کلینتون در واحد ضد تروریسم وزارت خارجه خدمت کرده، گفت نباید که دستاوردهای توافق اتمی با تهران رو نادیده گرفت و باید اگر تهران تعهداتش رو در چارچوب توافق انجام بده، میتونه در آینده ایران و در ثبات جهان به طور کلی مؤثر باشه. آقای بنجامین گفت او نمیتونه که تصور بکنه که ایران با دست زدن به یک اقدام گسترده در زمینه بی‌ثبات‌سازی و یا حمایت از تروریسم توافق اتمی رو که این همه براش کار کرده به خطر بیاندازه. آقای بنجامین همچنین گفتش که دولت‌های عرب سنی هم در وخامت اوضاع منطقه سهیم بودن، همینطور اقدامات دخالت ایران در یمن موجب شده واکنش دولت‌های عرب سنی رو که به مصیبت‌های انسانی و آواره شدن بسیاری منجر شده. همینطور آقای اسکات مودل که مدیر گروه راپیدان هست در مقابل سوال ادریس رئیس کمیته که گفت خطر سوء استفاده پاسداران از منابع مالی پس از لغو تحریم‌ها رو چگونه توصیف میکنه، آقای مودل گفت که پاسداران از 2014 در طی مذاکرات اتمی فعالیت‌های اقتصادی خودشون رو از طریق شرکت‌های تحت کنترل خودشون سرعت بخشیدن، تشدید بخشیده بودن و از حالا هم اقدامات و تدارکات برای معامله و فعالیت‌های اقتصادیشون با شرکت‌های جهان خودشون رو آماده کردن. و آقای الفونه هم یکی از دیگر از کارشناسان گفت یکی از مواردی که آمریکا میتونه به اون وسیله مؤثر باشه در روابط در کمک به ثبات منطقه این هست که شرکت‌هایی که خصوصی که در ایران با مونوپولی قرار دادن پاسداران، شرکت‌هایی که تحت کنترل اونها هستن نمیتونن کار کنن، تقویت اونها هست.